روز 22 آگوست سال 2023 در روشه سفر رسمی رئیس مجلس ملی، مجلس بالای پارلمان تاجیکستان و شهردار دوشنبه رستم امامعلی به جمهوری مردم چین بین شرکت‌های خطایی و تاجیکستان چند سازشنامه همکاری به امضا رسیده است. سامانه رسمی شهردار دوشنبه خبر داد که از جمله بین جمعیت دارای مسئولیت محدود اوست و گروه جمهوری تاجیکستان و شرکت دژنچوین جمهوری مردمی چین یک یادداشت تفاهم اوید به تشکیل بنیاد و اداره کنی کارخانه مشترک اوید به استحصال الکترومبیل ها در جمهوری تاجیکستان با اقتدار استحصال 1500 ماشین در یک سال به امضا رسیده است. مبلغ این لایحه 25 میلیون دلار آمریکایی برآورد شده است. همچنین بنا به اطلاع خدمات مطبوعات رستم امامعلی در حاشیه این سفر در پکین سازشنامه قالبی به مبلغ 50 میلیون دلار آمریکایی بین جمعیت سهامی کشاده آزاد جمهوری تاجیکستان و شرکت رونچونگ جمهوری مردمی چین اوید به نوسازی و تا 180,000 تن در یک سال رساندن استحصال کربامید در کارخانه جمعیتی سهامی کشاده آزاد. سازشنامه قالبی به مبلغ 300 میلیون دلار آمریکایی بین جمعیت دارای مسئولیت محدود آسیا کمیکال جمهوری تاجیکستان و شرکت رونچونگ هولدینگ گروپ جمهوری مردمی چین اوید به ساختن کارخانه نو استحصال کربامید در جمهوری تاجیکستان با اقتدار 300,000 تن در یک سال و یادداشت تفاهم بین جمعیت دارای مسئولیت محدود مرمر جمهوری تاجیکستان و شرکت تاجونگ انترپرایز منیجمنت کنسالتینگ جمهوری مردمی چین درباره تأسیس دادن کارخانه مشترک اوید به ساختمان و استفاده بری مرکز لوجستیکی در حدود جمهوری تاجیکستان به مبلغ 26 میلیون دلار آمریکایی به امضا رسیده است. مبلغ عمومی تنها این چهار توافق بیش از 400 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. یادآور می‌شویم رستم امامعلی از 20 تا 23 آگوست با نخستین سفر رسمی از خطای بازدید کرد. در جریان این سفر او با معاون رئیس جمهوری مردمی چین خان چژن، شهردار پکین و خان چژو، رئیس پارلمان و معاون سروزیر خطای و دیگر رهبران آن کشور ملاقات انجام داده است. رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 35 سال داشته از ماه ینور سال 2017 اینک 6.5 سال باز شهردار دوشنبه پایتخت این کشور است. او ماه اپریل سال 2020 رئیس مجلس ملی پالات بالای پارلمان تاجیکستان نیز انتخاب شد و با کسب این مقام اینک 3 سال باز رسما رهبر دوم جمهوری دانسته می شود. رستم امامعلی را یک وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش می شمارند. امامعلی رحمان که روز 5 اکتبر سال 2023 به سن 71 می رسد از نوامبر سال 1992 قریب 31 سال باز بر تاجیکستان رهبری می کند. در جامعه تاجیکستان بسیاری ها امیدوارند که رستم امامعلی در صورت رسیدن به کرسی پرزیدنتی مثل پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف در سیاست داخلیش راه اصلاحات را پیش می گیرد.